به این دوستان هنرمند گفته بودیم مصاحبه ما پخش مستقیم و زنده از تلویزیون، چون میدونستیم در چنین مواردی اگر اتفاق ناگواری در صحنه رخ بده این دوستان به دلیل حرفه‌ای بودن خودشون رو نمیبازن و سعی میکنن همه چیز رو تحت کنترل نگه دارن. با این فرمی که به دنیا آمدن اینها اولا که خیلی دوست داشتم که در درجه اول شاید اگر این تجربیات داشتم خب اگر احیانا روزی حالا چه در عرصه سینما چه در عرصه بخشید خود این صندلی اینجا چیزتون شما ولی خب تقدیر چنین شد که بیام توی این کار فرهنگی. البته صحیح‌تر این بود که می اومدم توی کار فرهنگی هست. اگر قرار باشه که به اصطلاح یک کسی کار طنز بکنه باید قابلیت‌های فوق‌العاده زیادی داشته باشه. کار طنز بسیار مشکله و طنز معنا داره. البته نقشا تو این فیلم خیلی کمه، خوبیه، نفر اصلا کارش انجام داده و میتونه بازیگری و به حرفم مسلط باشم. در نهایت بله در نهایت این حرفه رو انتخاب میکنم. بدونید که این حرفه برشکستنک دارید. قربان شما برم. مرسی آقا جوادی. من دیگه دفعه آخرم باشه من موجی شدی آخه معرفه شده مسخره داره. دیدی اصلا شما دیدی؟ آره بابا من